سوره انشقاق یعنی شکافته شدن در مکه نازل شده است و از 25 آیت عبارت است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده مهربان. اذا السماء انشقت، چون آسمان در روز قیامت شکافته شود. و اذنت لربها و حقت، و به فرمان پروردگارش گوش دهد و حق بود که چنین کند. و اذا الارض مدت و القت ما فیها و تخلت، و هنگامی که زمین باز کشیده و پهن می شود و کوههای آن در هم کوبیده شود و هرچی را که در درون دارد از خزینه ها و مرده ها بیرون پرتاید و خالی گردد. و اذنت لربها و حقت، و به فرمان پروردگارش گوش دهد و حق بود که چنین کند. یا ایها الانسان انک کادح الى ربک کدحا فملاقیه. ای انسان، تو در راه پروردگارت رنج فراوان میکشی، بعد از آن به پروردگار خویش در روز قیامت دیدار میبینی. پس مکافات عملت را به فضل و عدل الله خواهی دید. فاما من اوتی کتابه بیمینه، هر کس که نامه‌اش را به دست راستش دهند او مؤمن است. فسوف یحاسب حسابا یسیرا، به زودی از او به طور آسان حساب کنند. و ینقلب الی اهله مسرورا، و شادمان در جنت به سوی اهلش باز گردد. و اما من اوتی کتابه وراء ظهره، اما هر کس که نامه اعمالش از پشت سر داده شود وی کافر است. فسوف یدعو ثبورا، به زودی نابودی و هلاکی را طلب کند، یعنی بگوید وای بر من که هلاک شدم. و یصلی سعیرا، و به آتش افروخته درآید. انه کان فی اهله مسرورا، زیرا او در دنیا نزد اهل خود شادمان و مغرور زیسته بود. انه ظن ان لن یحور، و میپنداشت که هرگز به نزد پروردگارش برای حساب باز نخواهد گشت. بلی ان ربه کان به بصیرا، آره، پروردگارش به احوال او بینا بود از زمانی که او را بیافرید تا زمانی که او را از نو زنده گردانید. فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق، پس الله میگوید به سرخی کناره آسمان شام سوگند میخورم، یعنی بجز الله برای هیچ کس سزاوار نیست که به مخلوق سوگند خورد. اگر چنین کند و الله تعالی شرک آورده است. و سوگند به شب و هر چی را که فرا بگیرد از چارپایان و حشرات و غیرها. والقمر اذا اتسق، و سوگند به ماه چون پرش شود نور آن. لترکبن طبقا عن طبق، که ای آدمان به حال بعد از حال دیگر خواهید رسید، یعنی از نطفه به خون بسته و به پاره گوشت و به دمیدن روح و به مرگ
و بر روز زنده گردانیدنی بعد از میرانیدن. فما لهم لا یؤمنون آنان را چی شده است که به الله و روز قیامت ایمان نمی آورند؟ و اذا قرئ علیهم القرآن لا یسجدون و هنگامی که قرآن بر آنها خوانده شود سجده نمی کنند. بل الذین کفروا یکذبون بلکه کافران حق را دروغ می شمارند. والله اعلم بما یوعون و الله به آنچه در دل دارند داناتر است. فبشرهم بعذاب علیم پس ای رسول آنان را مژده به عذاب دردآور بده. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون مگر کسانی که به الله و رسول او ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند پاداش همیشگی دارند. شما سوره انشقاق یعنی شکافته شدن را شنیدید. از قرآن کریم و ترجمه معنای آن در روش تفسیر میسر و زبان تاجیکی.